مثلا 22 سپتامبر در تاجیکستان روز رودکی تجلیل می شود و وابسته به این ما می خواستیم که از ساکنان پایتخت در برنامه یک سوال پرسان شویم که رودکی کیست و چه شناخته از او دارند. ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک می باشد. او از خود به ما میراث گرانبهای باقی مانده است که تا حال ما جوانان نسل آینده ساز ملت کتاب‌های نوشته او را می‌خوانیم و از آن بهره می‌بریم. رودکی شاعر بود و آن خیلی اثرهای زیادی دارد و تا حال ما آن را مطالعه می‌کنیم. استاد رودکی یکی از اختران رخشان آسمان ادب میباشد. در ادبیات کلاسیک تاجیک موقع خاص دارد. ایشان در ابیات خود زیبایی‌های طبیعت، انسان دوستی، گومانیسم را بسیار خوب درج نمودند. مثلا در یکی از غزل‌های نو خود گفتند: وی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه، ریگ آمو و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همه. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناسد که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاه بد است، شادی او به جای تیمار است. چه نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است. کنیش او نه خوب و چهرش خوب، خوب دیدار و زیش کردار است. سالهای 858-941 زندگانی کرده است. برای ملت تاجیک و عموما برای فارس زبانان کل دنیا یکی از بزرگترین شخصیت در عالم تا امروز باقی مانده است. گر بر سر نفس خود امیر مردی، بر کور و کرت نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. استاد رودکی بسیار شاعر بزرگ و توانا بود. او از خودش به ما چندین هزار بیت ها، شعرها و قصه ها یعنی مادرنامه ها را میراث مانده بود. این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کندر او نگری. همچو دریاست و از نکوکاری، کشتی احساس تا بدان گذری.